هر صبح در بازار مردیکارها ده ها مردان سن و سال مختلف جمع می شوند. بعضی آنها معلومات عالی دارند. معاش کم کار در کارخانه های دولتی را برای این نفران بی اهمیت کرده است. شرکت های خرد نیز پیشنهاد قابل ملاحظه ندارند. مردمی در جستجوی کار می گویند معاشی که در چنین کارخانه ها می دهند برابر پول است که آنها در 2 روز در بازار مردیکارها پیدا می کنند. همه نمود هنر را دارند. سیاچکا میکنن، کافر میزنن، شکاتور میکنن، چاپانی میکنن، بسیار چاپا میکنن. بازی با کمکی 300 تیجه باشه اگر 300 در سلطان کبیره، 300 در 80 300 در گیفرانزی مای همه مردیکاره. من بسیار 600 سوم میگم اون را پولیش کنم، اون ما بخرمش. ما گودک مکتب میره، کتاب میگه، دفتر میگه، روچکا میگه. اون ما چیکارش کنم؟ برای مجبورم در همین جا اومدم میسودم خیلی روزش میشه که زندگی من میوم روز میشه نمیوم. در وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان هم اعتراف میکنند که حجم معاش در کشور زیاد نیست. از این خاطر بیشتری جایهای کاری داوطلب ندارند. آنها به ما مراجعت و در یارمارکه ها هم شرکت میکنند. فعلا معاشی که از سوی کاردهندگان پیشنهاد می شود آنها را قانع نمی کنند. برای همین هم آنها به مردیکار بازار رو می آورند. یگانه کمکی که حالا از دستشان می آید بهتر کردن شرایط کار برای مردیکار هاست. طرحی را که ما آماده کرده ایم در نظر می گیرد که همه این معلومات در مخزن یگانه گرد آورده می شود. یعنی هر مردیکار ثبت نام می شود، سراغه خود را می گذارد، برای او عادی ترین شرایط فراهم آورده می شود. مثلا جای مخصوص نشست که او همانجا منتظر گرفتن فرمایش کاردهنده می شود. اما خود مردیکاران چنین چاره ها را برای بهبود وضعیتشان کافی نمی دانند. آنها میگویند به خوابگاه‌های ارزان نیاز دارند. بیشتر این مردم از دهات دوردست به پایتخت میآیند. обслужит خواب میروند 560 сомон 500 сум метан ягон шароит надора обслужит амёда як шароит муайян кунанд як خوابگاه ارزان‌تر بشود. در تاجیکستان فهرست کارخانه‌های صنعتی تهیه شده است که باید سالهای نزدیک در منطقه‌های اهالی نشین بنیاد یابند. با باور مقامات این طرح میتواند جایهای کاری بیشتری را فراهم سازد. اما تحلیلگران بر اینند که چنین تشبث با کم کردن میزان بیکاری تأثیری چندانی نخواهد داشت.